نامزد به کرسی کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو با هدف رفع نگرانی‌ها در مسئله خروج آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران گفت او با کشورهای همپیمان برای تحکیم و ترمیم این سازش تلاش خواهد ورزید. فعلا پامپئو کرسی رئیس اداره مرکز کشف ایالات متحده آمریکا CIA یا خود سر او را بر عهده دارد و بعضی وکیلان از آن نگرانند که او خط مشی پرزیدنت دونالد ترامپ را تطبیق نموده سعی می‌کند ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران بیرون می شود. 12 اپریل اثنای ارزیابی نامزدی پامپئو در کمیته روابط خارجی کنگره او گفت تلاش‌هایش از همان جای شروع می شود که کاتب دولتی پیشتر رکس تیلرسون رسانیده بود. پامپئو میگوید در همکاری با متفقان اروپایی برای تحکیم و بهبود سازش سال 2015 کوشش میکند و اگر هیچ نتیجه به دست نآمد به پرزیدنت کشور مشورت میدهد که برای سازش بهتر دست به عمل زند. ماه آینده پرزیدنت ترامپ باید منع موقتی تحریم ایران را تمدید کند. قبلا او گفته بود که از این به بعد او تا زمانی ترمیم سازش از تمدید منع تحریم ها خودداری میکند.